ما اینجوری نیستش که ما عقلا بشینن دور هم دیگه یه قانون اساسی بنویسن که تو این قانون اساسی یه جوری باشه که استبداد و دیکتاتوری و اقتدارگرایی دیگه نتونه باشه. نمیشه همچین کاری کرد. نمیتونیم بکنیم. برای اینکه جامعه ما ظرف این 46 سال گذشته دچار یه سری شکاف‌های اساسی شده و این شکاف‌های اساسی رو فقط با آوردن قانون اساسی جدید قربونت برم عزیز دل من نمیشه سامان داد. یکی از شکاف قومیتیه. ببینید من و شما ایشون 20 سال 30 سال بعد از انقلاب متولد شده این آقا، ولی من شما مال این انقلاب هستیم. من وقتی انقلاب شد 30 سالم بود، جناب عالی هم باید 24 سالتون بوده. ببینید سال 57 وقتی انقلاب شد ما یه مشکل داشتیم به اسم بشی کردستان. خلق کرد پیروز از ارتجاع نابود است. دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان. حالا ببینید آقای دکتر علمی عزیز، الان اگر این اقتدار و تمرکزی که هژمونی که الان در تهران هست و منم این علاوه یک ایراد انتقاد بهش دارم به هم بریزه، ما فقط بشی کردستان نداریم. من سال 58 وقتی رفتم برای حل مسئله کردستان از طرف دولت موقت، از طرف مرحوم مهندس بازرگان نماینده دولت موقت بودم. آقای دکتر علمی شما بهتر از من میدونی از ارومیه به سمت مهاباد دیگه نمیشد بری، دست پیشمرده ها بود. الان اگر حکومت مرکزی در تهران نباشه ای بسا از تبریز دیگه نتونیم بریم به سمت کردستان. الان بشی کردستان رو داریم، یا شاسین آذربایجان هم هست، گول نزنیم سر خودمون رو، زیر خاک قایم نکنیم. خلق عرب هم هست، اون سنیای مال زاهدان هم حضرت مولوی عبدالحمید طرفدارانشون هستن. اینا نبودن هیچ کدوم سال 57. سال 57 سنیای زاهدان آگاه از هویت سنیشون نبودن به عنوان مطالبه، الان شدن. من سال 98 سالی که بعدش کرونا شد منو دعوت کرده بودن دانشگاه سیستان و بلوچستان همین سخنرانی‌ها و از این چیزا. من به واسطه علاقه و احترامی که برای اهل سنت قائل هستم هر وقت میرفتم سیستان و بلوچستان، میرفتم زاهدان، برای خودم وظیفه میدونستم که برم آقای مولوی عبدالحمید رو ببینم. البته اونا که من دعوت کرده بودن دانشگاه و اینا خیلی خوششون نمیاد، من گفتم به شما چه ربطی داره، پاسخگو خودم هستم.